سالن همایش‌های صدا و سیما و اینجا 10مین کنگره علمی سیستم‌های نوین ایجاد اشتغال و کارآفرینی. اومدیم ببینیم هر کدوم از این مدیران نظرشون راجع به این کنگره چیه. کارآفرینی که کنار من نشسته اهل تبریز، تخصصش امداد و نجات و کاری که الان داره انجام میده امداد و نجات البته کسب و کار هست. درسته؟ بله. شما تو چه حوزه‌ای دارین فعالیت میکنی؟ ما تو حوزه ساخت ماشین‌آلات بسته‌بندی نایلون و دستمال کاغذی. از کی شروع کردین؟ چطوری شروع کردین؟ از سال 90 شروع کردیم به همراه مدیر عامل شرکتمون، من رئیس هیئت مدیرم آقای گلجوان، شروع کردیم دوتایی با هم ساخت دستگاهمونو. اول دستگاه بسته‌بندی ساختیم، یه چیز خیلی معمولی. بعد دیگه سال 97 برای اولین بار دستگاه صاف‌فکینگ ساختیم که آوردیم نمایشگاه تهران به عنوان اولین سازنده دستگاه بسته‌بندی اتومات دستمال کاغذی. به همین شکل فعالیتمون ادامه دادیم تا وارد بشیم تو سیستم اتومات کردن. این دستگاه رو کلا به صورت دستی می ساختیم، یعنی نیروکار لازم بود برای اینکه بخواد کار بسته‌بندی ها انجام بدن. ولی الحمدلله الان داریم کاری میکنیم که نیروکار کمتر بشه برای تولید کننده که با صرفه باشه و دستگاه رو داریم میبریم به سمت اینکه کلا به صورت اتومات و بهداشتی کارشون تو قسمت تولیدیشون کارشون انجام بدن. شما با چند تا نیرو کار شروع کردین؟ الان چند تا نیرو دارین؟ ما اول با همین 2 نفر بودیم، الان خدا رو شکر 35 تا نیرو دارم که مشغول کار هستن. خیلی نفراتی دارم که جزو بهترین متخصصا هستن، کسانی هستن که الان مهندس برق شرکتمون جزو نفرات برتریه که دعوت شده به کانادا ولی کمک کردیم وایسه. بعد طراح ماشین‌آلاتمون همچنین جزو نخبگانن تو شرکتمون داره کار میکنن. ما شرکتمون حدود 2 ساله اون حالت یه شرکتی که روی مدیریت دقیق داره فعالیت میکنه وقتشه که منفجر بشه، از نظر تکنولوژی، از نظر اون دانشی که داره. یه اتفاق 2 سال پیش برای ما افتاده و داره بدتر هم میشه و اینو ما سعی ما اینه که هجوم بیاریم به قسمت صادرات که بتونیم فعالیتمون نیروکارمون رو بیشتر کنیم و در خدمت همه هموطنان هستیم. خیلی ها میگن که واسه شروع کار جدید دیره، ولی شما تازه بعد از بازنشستگی کارتون رو شروع کردید. نه انقدر کار جدید من خودم اگه با همین تجربه‌ای که الان دارم اگه داشتم، من به این کاری که انجام دارم میدم خیلی علاقه دارم. این کار شاید من تو 12 سالگی شروع می‌کردم انجام میدادم، چون میدونم کسی که علاقه به اون شغلش داره میتونه خیلی خوب پیشرفت کنه نسبت به اون مسیری که داره انتخاب میکنه. نظرتون راجع به کنگره چیه؟ من اولین بار دارم میام این کنگره، واقعا خیلی خوبه. این کارآفرینایی که هستن، آشنایتی که باید تقریبا بعضیاشون دارم، میتونه خیلی کمک کنه، مخصوصا این سخنرانی که داشتن در مورد کسب و کار واقعا برای من جالب. سخت‌ترین دوره‌ای که گذروندم زمانی بود که ما با مدیر عامل شرکت آقای گلجوان که کار میکردیم، یعنی وقتی که میرفتیم خونه قیافه و شکل و لباس ما اصلا جوری نبود که بخوایم وارد اون خونه بشیم. سختی‌های خیلی شدیدی جوری بوده که ما اون جایی که کار میکردیم تو تبریز خودتون میدونید سرمایه خیلی بالا، نه پنجره داشته نه موزاییکی بوده کفش، خاک معمولی، در و پنجره باز. تو همچین سالی شروع کردیم که الان به اینجا رسیدیم بتونیم بگیم آقا ما در سال 400 تا شغل ایجاد میکنیم
اگر بخوایم اون شغل غیر مستقیمه بخوایم حساب کنیم بالای 1500 تا شغل ما داریم در سال برای کشور عزیزمون ایجاد میکنیم.